گفت یک عابدی بوده 500 سال عبادت کرده. این عابد چی یک عبادتی بکنه؟ عبادت خودش رحمت است. الله اکبر. گفت خدایا هیچ کسی را پیش ما آمدن نمان که بین ما و تو میدرایه، عبادت خراب نکنه. گفت که خدایا دیگه مرا هیچ کسی مزاحمت نکنه. چی سجده ای عاشقانه ای میکنه، چی رکوعی عاشقانه ای، سالها نماز میخواند، تنها نماز. 500 سال به همین منوال میگذشت. 500 سال بعد گفت یا الله اسرائیل برش خداوند روان کرد، جانش میگیره. گفت خدایا چی میشه که جان مرا در حالت سجده بگیری؟ ما بسیار نماز خوش داریم، در حال سجده سرم میمانم، پروردگار جان ما همینجا بگی، اما با خاک اجازه نتی بدن ما بخورم. چطور خاک خورده بتونه بدن را که 500 سال عبادت کنه؟ خاک خود بدن انبیا و اولیا و شهدا رو خورده نمیتونه، میفهمین؟ اما تو میمان روز محشر همون بدن میخیزه. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. ای گفت که خدایا بدن من در خاک نتی، سر سجده میمانم، پرنده مرا آزار نته، یعنی خاک مرا نخوره، کریم و اجداری نیایا، تا محشر سر به دربارت میمانم، جانم همیجا بگی اما تو استادم کو با قدرت کامل خود. یا الله خیلی جالب است این حدیث مبارک. اما موضوع ما چی است؟ رحمت الله به علم خود، به عمل خود، به تبلیغ خود، به تدریس خود، به تقریر خود، به معرفت خود، به حفظ قرآن خود، به حفظ حدیث خود، به جهاد خود. این که جهاد کردیم الا برای ما فلان چیزه بتین، به عزت خود، به تقوای خود، به کشف خود، به کرامت خود. بازی نخور ای بنده خدا، زیرا همه چیز است رحمت الله. چگونه یک عالم، چگونه یک عابد، چگونه یک حاجی، چگونه یک صوفی، چگونه یک عارف، چگونه یک مفسر خود از گناهگار بالا بگیره عالم؟ چون اگه این چیزی داره از خودش نیست، از رحمت کی است؟ الله. یک دلیلی که ما از رحمت بگیم اینی است که مغرور نشویم. دیگه دلیل ما چی داریم که مغرور شویم؟ خب مایوس نشویم. روی نداریم، گناه کردیم، قلب ما را سیاه کردیم، ایمان بردن ما معلوم نیست، روح رسول الله را ناراض کردیم، شاید الله بالای ما قهر باشه، اما میگه ناامید نشو، لا تقنطوا من رحمت الله. مایوس نباش از رحمت الله. جبرئیل گفت بر رسول الله علیه السلام همین دوست خدا را خداوند در روز قیامت 500 سال که حال بسر به سجده پیرنامه است در یکی از جای دنیا تا محشر است. گفت روز محشر به من علم رسیده، جبرئیل صاحب گفت که این آدم در روز قیامت خداوند میگه ای بندیم، میگه لبیک یا رب، میگه که به عملت نه، امروز به رحمت ما جنت داخل شو. بگوین الله اکبر. حدیث صحیح بخاری جلد دوم که رسول الله علیه السلام فرمودن که به رحمت خداوند حتی خودش میگه جناب محمد مصطفی علیه السلام، حتی ما به رحمت خدا جنت میرم، یا الله ما را به رحمت جنت داخل بگردان. عمل خود درجه را باز تعیین میکنه، عمل که زیاد درجه بالا، عمل که کم درجه کم. و یا عمل کردن این نشان میده که تو اهل رحمت خدا هستی یا نه. عمل صالح که زیاد بشه فهمیده بشه که تو اهل رحمت خداوند نیست. خداوند ما و شما را اهل رحمت خداوند بگردانه. این بنده میگه که پاک پروردگارا تو به من عمل نصیب کرده بودی، من امروز به زور عمل خود جنت میرم. خداوند میگه از این دوست خدا محاسبه کنین، استادش کنین که جنت به عملش میره. این امتحان است، این حکمت است، این درس است. میگه پروردگار از کجا حساب کنین؟ میگه از چشمایش حساب کنین که 500 سال با چی دید. شما 500 سالی که نماز خوان، چه قسم موضوع گرفت، با این چشم رفت، با این چشم قرآن خوان، با این چشم ذکر دید، با این چشم راه رفت، میلیاردها قوه نوری را ای آدم مصرف کرد. حساب کنین که از حساب میبره یا نه. وقتی که یک تا و من یعمل مثقال ذره، الله اکبر، حساب کرده که رفتن همه ثوابایش در برابر یک نعمت چشم خلاص شد. گفت آل ای آدم دوزخ ببرین. این میخواه که به عملش جنت بره، آل ای آدم دوزخ ببرین. حرکت کرد طرف دوزخ، فرشته ها این دوست خدا را به طرف جهنم میکشاندن. یک بار چیخ زد یا الله مرا به رحمت نجات بده از دوزخ.
الهی مرا به رحمت جنت ببر. خداوند گفت دورش بتین ایره جنت ببریم. که آل فهمید که به عمل نباید مغرور شد، به رحمت خداوند تبارک و تعالی. یا الله تو ما را اهل رحمت بگردان.